امروز اومدیم وارد شاهکار نادرشاه افشار بشیم. تونلی که در زمان افشاریه 300 سال پیش ساخته شده. 750 متر طول این تونلی که تنها راه ورودی به شهر کلاته. در گذشته نام شهر کلات دژ خداآفرین بوده، شهری که دور تا دورشو کوههای هزار مسجد حصار کشیدن و برای همین دژ مستحکمی بوده که هیچ دشمنی نمیتونسته وارد این منطقه بشه. بعد بازدید از این تونل زیبا رفتیم سراغ کاخ خورشید. نادر اینجا رو به خاطر خودش ساخته بوده که بعد از فوتش اینجا دفنش کنن که وقتی فوت میکنه دیگه این بنا به صورت نیمه تمام رها میشه. طبقه پایین این بنا هم کلی جاذبه‌های دیدنی داره، مثلا انتقال آب از قرسو به این منطقه از لوله‌های سفالی که اونم در نوع خودش بی‌نظیره، و موزه مردم شناسی که الان مردم میتونن به راحتی بیان و با آداب و رسوم مردم کلات آشنا بشن. جالب اینجاست که نادر در تمام جنگاش پیروز شده و هیچ جنگی رو شکست نخورده و بزرگترین قلم رو بعد از دوره هخامنشیان داشته و اینم نقشه زیبای دوره افشاریه.